چیکاگو جوی است که همه چیزی وابسته به آن را من دوست می‌دارم. باراک اوباما این جمله را هنگام مراسم آغاز بنیاد مرکز پرزیدنتی در ایالت ایلینویس به زبان آورد. ارزش طرح 700 میلیون دلار است. رئیس جمهوری سابق آمریکا هنوز سال 2015 درباره بنیاد مرکز گفته بود که کتابخانه، تالارهای مجلسی و آثارخانه خواهد داشت. آثارخانه بلندترین بنا می شود و 3 قسمت عبارت خواهد بود که جایهای عمومی نشست، دفترهای گوناگون خواهد داشت. و گفته سیاستمدار آمریکایی برای ساختن مرکز 4 سال لازم است، ولی برنامه‌های آموزشی آن از همین سال آغاز می‌یابد. باراک اوباما گفت می‌خواهد با این مرکز به مردم امید بخشد. از طریق این مرکز ما به جوانان کمک می‌رسانیم، امکانات و منبر می‌دهیم تا توانند از نیروی خود استفاده برند، همکاری و تبادل نظر نمایند و آرزوهایشان را عملی کنند. مرکز پرزیدنتی باراک اوباما در باغ جکسون در مساحت 200 گکتار در جنوب چیکاگو ساخته می شود. باغ را سال 1893 برای یک نمایشگاه جهانی آماده کرده بودند. پیشتر از این دادگاه آمریکا درخواست فعالان زیست محیطی را رد کرد که مقابل ساختن مرکز در جای سرسبز بودند. بحث دادگاهی سبب تأخیر 2 ماهه در ساختمان شد. برای ریختن ته کرسی باراک اوباما و همسرش بیل گرفتند و به طور رمزی بیل زدند. همراه آنها لوری گیتفود شهردار چیکاگو و گوبرناتور ایالت جی روبرت پلیتسکر هم بودند.